نباید اینو بگم ولی هنوزم پول حرف اول دنیا رو میزنه. لاکچری ترین و گرونترین عروسی تاریخ داره برگزار میشه. عروسی یه شیخ اماراتی. نه، این عروسی توی هند. داماد کیه مهم نیست، مهم اینه که بابا شرکت نفتیه و صاحب گرونترین خونه جهان توی بمبئی. تازه‌ش هم اینا پولدارترین خانواده آسیا. عروس هم معروف نیست، فقط بدون که یک سال از آقای داماد بزرگتره و پدرش هم یه میلیاردر هندیه. این تازه مهمونی 3 روزه قبل از عروسی توی ایالت گجرات هند. خود عروسی دیگه چی بشه؟ حالا کیا توی این عروسی دعوتن؟ همه به جز من و شما. ریانا، مارک زاکربرگ، بیل گیتس، ایوانکا دختر ترامپ، کاپورخان و کلی سلبریتی دیگه. با مافیایی که آقای آمبانی پدر داره، همه خفنای جهان دور هم جمعن. اونم کجا؟ وسط هندوستان. لباس عروس از برند ورساچه. یادتونه که کی قبلا این لباسو پوشیده بود؟ بلیک لایولی دیگه توی مراسم متگالا. اینم آقای داماده که از نوجوانی به این طرف خیلی تغییر کرده. آخر تغییرات بعد از بلوغ. خواهر شوهر که میگن ایشونن که هزار ماشاءالله. اصلا ژن آمبانی توی فیس ایشون دیده نمیشه. اینا هم بچه‌هاشن که کپی برابر اصل آقای دامادن. و خب حلال زاده به داییش میره دیگه. بریم سراغ مهمون. پدر داماد 9 میلیون دلار ناقابل شاباش داده به ریانا فقط برای این اجرا. بابای اینستا یا هم مارک زاکربرگ هم متا و کسب و کارو ول کرده و با خانومش پاشده اومده عروسی. بیل گیتس هم که وسطای مهمونی حوصله‌اش سر رفته بود، اومد یه چای بزنه و بساط شهرت این چای فروش هندی رو فراهم کنه. نکته اینه که آمبانی شیطون واسه مهمونای ویژه‌شون لباسای هندی تهیه کردن تا با یه تیر 2 تا نشون بزنن. هم تم عروسی رعایت بشه و هم فرهنگ هندوستان رو بقیه بشناسونن. همون کاری که امیر قطر با مسی کرد. چقدر این کد سوزندوزی بیل گیتس اومده مگه نه؟